بلوگر 24 ساله زاده تاجیکستان دین سایوا یا مدینه بسایوا که او را ملکه تیک تاک و یکی از بایترین بلوگرهای روسیه مینامند، در صفحه‌اش در اینستاگرام با نشر یک عکس خبر داد که صاحب شناسنامه خارجی تاجیکستان شده است. در عکسی که او روز 14 اپریل سال 2023 در اینستاگرام نشر کرد، دین سایوا در مرکز دوشنبه شناسنامه خارجی خاکستررنگ تاجیکی در دستش ثبت شده است. گفتنی است که دین سایوا در اینستاگرام 7.5 میلیون آبونچی دارد و شماره پیروانش در تیک تاک به 19 میلیون و 300 هزار نفر رسیده است. دین سایوا 24 سال دارد. نام اصلی او مدینه بسایوا بوده. ملکه آینده تیک تاک روسیه 24 آگوست سال 1999 در دوشنبه پایتخت تاجیکستان در یک خانواده فقیر به دنیا آمده است و هنوز در ایام کودکیشان همراه پدر و مادر و دیگر اعضای عائله‌شان به یکاترینبورگ روسیه کوشیدند. در تابستان سال 2021 دین سایوا خبر داد که با مسئله شهروندی روسیه‌اش مشکل پیدا کرده است و در پی جستجوی یک ادوکات خوب برای حمایت منفعت‌هایش می باشد. دین سایوا شرح نداد که در مسئله شهروندیش چه مشکل و با کدام سبب پیش آمده است، ولی از مخلصانش خواست که اگر مدت غیب زند نگران نباشند. برای من جالب است این احساس که تو را چگونه می توانند از شهروندی محروم کنند، گفته بود. و بعد حمله نظامی روسیه به اوکراین و جاری شدن تحریمات به ضد روسیه، بسیاری از شخصیت‌های شناخته این کشور به خاطر سفرهای بدون ممانعت به خارج شناسنامه روسی خود را به شناسنامه و شهروندی کشورهای دیگر عوض کردند. از جمله بلوگر مشهور روس ایلیا ورلاموف اخیراً خبر داد که صاحب شهروندی و شناسنامه ترکمنستان شده است، از بس که شناسنامه خارجی تاجیکستان تنها به شهروندان این کشور داده می شود. این به معنای آن است که دین سایوا نیز شهروندی تاجیکستانش را برقرار کرده است.